22 سپتامبر ستاد فوری حکومت روسیه اوید به پیشگیری از ورود و پنجشنبه کرونا ویروس قرار قبول کرد که از 5 اکتبر شماره پروازهای دائمی با تاجیکستان را در زمینه دو جانبه افزایش دهد. طبق قرار ستاد از 5 اکتبر در خط سیر مسکو خوجند و مسکو کولوب هفته تا دو پرواز صورت گرفته از هر کدام از فرودگاه‌های دیگر روسیه که دیگر باره حق انجام پروازهای بین المللی را به دست آوردند هر هفته به فرودگاه‌های دوشنبه، بختار، خوجند و کولوب تاجیکستان نیز تا دو پرواز انجام داده می‌توانند. یادآور می‌شویم که روسیه مرزهایش را به سبب پاندمی کرونا ویروس از 20 مارس سال 2020 بست و تنها از 1 اپریل سال 2021 به پروازها با تاجیکستان اجازه داد، ولی چند ماه اول پروازهای دائمی تنها بین دوشنبه و مسکو و آن هم تا ماه ایون همگی دو پرواز و از ایون تا 27 آگوست همگی 4 پرواز در هفته انجام میشد. پروازهای دیگر همچون چارتری بودند و نرخ‌هایشان یک مدت تا به حد $1500 بالا رفت که خشم ساکنان تاجیکستان و حتی اعتراضها را به بار آورد. از 27 آگوست روسیه پروازهای دائمی بین دوشنبه و مسکو را هر روزه کرد. به پروازهای دائمی از شهرهای دیگرش به دوشنبه و کولوب خوجند هم اجازه داد و در نتیجه شماره پروازهای دائمی بین روسیه و تاجیکستان 10 مرتبه افزود و حال حدود 100 پرواز دائمی در هفته را تشکیل می‌دهند. ساکنان تاجیکستان امیدوار بودند که در پی افزایش به مراتب شماره پروازهای دائمی شرکت‌های هواپیمایی نرخ چپته‌های خود را پایین خواهند آورد، ولی با وجود 10 مرتبه افزودن شماره پروازهای دائمی نرخ پروازها از تاجیکستان به روسیه همچنان میان شکن باقی مانده. برای مثال نرخ چپته پرواز از دوشنبه به مسکو همچنان در حدود $500 برای یک طرف باقی مانده است. ساکنان تاجیکستان این نرخ را بی انصافانه نامیده و به شرکت‌های هواپیمایی و چپته فروش لعنت می‌فرستند، ولی مجبورند به سبب نبودن الترناتیو دیگر برای خود را تا روسیه رساندن با این نرخ‌های آسمانبوس چپته بخرند. قرار معلوم اجازت سفر به روسیه با راه‌های ارزانتر چون قطار راه آهن یا اتوبوس‌ها تا حال داده نشده است.